خوب دوستان عزیز بار دیگه برای شمایان موفقیت تمنا دارم باید تماشا کردنی برنامه خیلی هم بهتری که نام داره ستارگان در پخته است. میدونید که این لحظه در نزد ما کی هستند؟ خب این لحظه در نزد ما جمشید اسماعیل هستند که چرا در میدان پخته نیستن این نفر و در نزد حافظ هستن ممکن در اینجا به دیگر کار مشغول هستند. بیاد همراه پرسان میشیم. این سوال برای شما است. سلام علیکم. سلام علیکم. خب سبب چیست که در میدان پخته نیست در نزد لبی حافظ هستید یا اینکه یکم فکر دیگر نیست پیدا شده است؟ نه کمتر بیمارم هستم. بیمار هستی شما؟ بله و کمتر یک اقدام کردم و یک حرکت کردم و لیکن نشد. لیکن من برای شما تشکر زیاد میگم که زنده باشید. مخصوصا برای کسلی نگاه نکرده اومدید به میدان کشتار پخته و کمی باشد هم ذره خدمت خود را اید چینی پخته بیارید. تشکر زیاد میگم. سلامت باشید. تشکر زیاد. سلامت باشید. خب دویمو با ما بودن فراموش نکنید. یک سخن شما با نفرانی که لازم رو تماشا دارم. با همه شما پیروزی خانه آبادی تمنا میکنم. همیشه با تلویزیون سلام بمانید. سلامت باشید دوستان عزیز. همیشه با ما باشید.